لکی لا یکون علیک حرج. چرا این وسعت در مورد نکاح به پیغمبر علیه السلام الله داده بود؟ فلسفیش بیان کرد. لکی لا یکون، به خاطری که باقی نمانند، نباشه، علیک بالای توی پیغمبر علیه السلام، حرجون، تنگی و تکلیف، که هر کسی اعتراض بکنه، انتقاد بکنه، چرا پیغمبر نوزن داره، چرا پیغمبر اینطور میکنه، این گپا دیگه محو شوه. چرا الله قوت، در بعضی روایت قوت 400 نفر، در بعضی روایت 4000 نفر مفسرین نوشته میکنه الله با پیغمبر داده بود. از همون خاطر پیغمبر حق داشت که اضافه نکاح بکنه. خودی پیغمبر علیه السلام در حالت حیاتش نوزنده در عقد نکاح خود چی کرده؟ نگاه کرده. این جمعی سوال که بعض مستشرقین و مردمایی که شبهه نفاق در قلب داره و میخواه مسلمانان را در شک و شبه بندازه، همچون سوالا را متوجه مسلمانان میکنه که پیغمبر نعوذ بالله شهوت پرست بود، نو زنه چرا نکاح میکرد؟ به امت خود از 4 اضافه نه اجازه نمیده خودش نو. لیکن وقت تاریخ زندگی پیغمبر مطالعه شوه، سوال خود به خود حل است. اجازت به این نیست که کسی جواب بگوید. پیغمبر علیه السلام در عین جوانی عمر خود که 25 سال است با یک زن نکاح میکنه که 2 شوهر گذرانیده، یعنی زن بیوس خدیجه رضی الله عنها. تا 50 سالگی قطع عزیز زندگی کرده، قطع خدیجه الکبرا. بعد از که او وفات کرده، پیغمبر علیه السلام تا 58 سالگی را 4 زن در نکاحش بوده که در این 4 زن 3 بیوه بوده، تنها یک زن عایشه رضی الله عنها چی است؟ دختر است. بعد از 58 سالگی که فقط مدت 5 سال از زندگی پیغمبر باقی میمانه، بله زنان پیغمبر از 4 اضافه شده، ولی کلش بیوه است، در حالی که صحابه کرام از نفس خود، از مال خود، از همه چیز تیر بودن و هر کس این امید و آرزو را داشت که خویشاوندی یا رابطه ازی با امرای پیغمبر از نگاه دختر دادن پیدا بکنه. لیکن پیغمبر علیه السلام این کار را نکرده. باز پیغمبر علیه السلام اگر این طور می بود، الله برش اجازه کرد کنیزا را که هر قدر گرفته میتونه، او در غنایم و در فی بسیار کنیزا می آمد که خیلی زیبا و قشنگ بود، پیغمبر باید می گرفت؟ نه، امواره. پیغمبر علیه السلام طور نکرده، بلکه نکاح هر زوجه مطهره پیغمبر علیه السلام بنابر یک مصلحت بزرگ است. امی زینب رضی الله عنها چرا نکاحش کرد؟ به خاطر که پیغمبر خواستگاری کرده بود و به کسی که نام غلامی سری از اون نهاده شده بود پس آن آزاد شده. زن قریشی با نسب که خود در کدام مرتبه و مستوا قرار میده، او را نکاح به کسی کرده که در بین مردم به نام غلام مشهور است. این بسیار گپی آسان نبود. لیکن وقتی که سر از اون باز نگاه نکرد شد زید رضی الله عنه، پیغمبر علیه السلام برای دلجویی ازی امی زینب رضی الله عنها را نکاح کرد. چرا؟ به خاطر که ازی بسیار دل شکسته میشد که مرا سعی کن به این طور کس میده و سر از اون حقوق ما پوره نمیشه و ما طلاق میشم. این بسیار سخت گپ است برای کسی یک صاحب عزت برش به عقد نکاح بده و او هم او را باز طلاق بده. طلاق خیلی یک امر چی بود؟ بسیار ناقص معلوم میشد در زمان. از همون خاطر حالی هم در بین مردم که کسی طلاق شده باشه بسیار مردم به نظر بد برش سعی میکنه. از همون خاطر پیغمبر نکاح کرد. ام حبیبه رضی الله عنها شوهرش هجرت کرده بود در حبشه، شوهرش وفات کرد او دختر ابو سفیان است، کسی که سردمدار لشکر کفار است و در هر مرحله با پیغمبر در جنگ میره. لیکن نکاح کرد پیغمبر، از یک طرف دلجویی کرد، از طرف دیگه بان که قطعی اوتر خاندان رشتهش پیدا شود که از دشمنیش کاسته شود. همچنان ام سلمه رضی الله عنها که شوهرش در ایام هجرت از دست میده و اولاد همینطور اطفال یتیما باقی میمانه، در کدام طرف بره؟ پیغمبر او را نکاح میکنه، کل اطفال یتیمه در زیر کفالت خود میگیره، تعلیم میده به امت که یتیم چه قسم تربیه میشه و چه قسم کفالت میشه. هر مثلا حفصه رضی الله عنها، عایشه رضی الله عنها از 2 یار بزرگ پیغمبر علیه السلام ابوبکر و عمر رضی الله عنهما است. شخصیت هایی که سر و جان خود سر پیغمبر چی کرده؟ بگه قربان کرده، از وان نکاح گرفته، دیگاره که پاچاها برش روان کرده، نکاحش بسته کرده، دیگه او را خورت نمیکنه. از او خاطر کسی که اعتراض میکنه که پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله شهوت پرست بود، این خاک در دهنش است نعوذ بالله، به خاطر که پیغمبر علیه السلام در آخر عمر این نکاح را کرده و این را برای هوس بازی نکرده نعوذ بالله، بلکه مصلحت های خیلی مهم است. در این مورد کتابای بزرگ چاپ شده و این شبهه ها را مکمل جواب داده. ترجی من تشاء منهن عالی، چه نوع آزادی برای پیغمبر در حق حقوق ازواج داشته باشه. پیغمبر علیه السلام شخصیتی است که مکمل مصروف یا به دعوت است، یا به برنامه آماده کردن مسائل جهاد است، یا خود در سنگر جهاد است، یا قطع مهمانا وفدا می قطع ازوا میشینه، یا در درس و تعلیم است.
اینطور شخصیت کی میتونه تمام مسائل در دوش خود بگیره و نو زنه تمام مسائلش حل کرده بتانه؟ الله تبارک و تعالی آزادی برش میده. چه رقم آزادی؟ ترجی من تشاء، تو مؤخر میتوانی در نوبت، پشت سر میتوانی در نوبت کردن. من کسی را تشاء که تو بخواهی، پیغمبر علیه السلام در مورد نوبت به پیغمبر اختیار میده. کدام زنه که تو پشت سر میکنی یعنی نوبتشه، منهن زمی ازواج مطهرات و تو الیک، یک جا میسازی امرای خود. من کسی را تشاء که تو میخواهی، کدام زنه که در نوبت پیش میکنی، این اختیار توست. در بین از یا رعایت نوبت سر تو واجب یا ضروری نیست، بس کار توست. از امو خاطر پیغمبر علیه السلام این آزادی به خاطر کرد که وقت سفر میکرد کدام زن مناسب بود که قطع خود در سفر ببره. این نبود که اگر نوبت‌ها را مراعات میکرد خویی گپا صورت نمیگرفت. الله تبارک و تعالی این آزادی را برش داد. چرا داد؟ الله علی برش فلسفه شام میگه و من ابتغیت ممن عزلت، و من او زنی را ابتغیت که تو طلب میکنی، ممن از او زنا عزلت که تو را جدا کرده از نوبت، فلا جناح علیک، نیست هیچ نوع گناه و تنگی بالای تو. ذالک، ای وسعت حکم برای توی پیغمبر علیه السلام به خاطر ازی داده شده. ادنا ذالک، اینمی اختیار حکم، ادنا خیلی قریب است، ان تقر عیونهن، که سرد شود چشمایشان یعنی خوشوقت باشند، ولا یحزن، غمگین نشود، و یرضین، راضی باشه، بما آتیتهن، به آن چیزی که تو برشان داده ای، کلهن، به تمامیشان. وقتی که به پیغمبر علیه السلام این اجازه داده شد، آلی پیغمبر علیه السلام که کدام زن در نوبت پیش میکنه پشتی سر میسازش، قطع خود در سفر میبره میمانه، هیچ کس اعتراض سری پیغمبر نمیتونه. چرا؟ میفهمه که من حق ندارم. با وصفی که الله پیغمبر اجازه داده بود، لیکن پیغمبر بازم رعایت نوبت‌ها را میکرد مکمل، عدالت مکمل، احوالگیری از ازواج مطهرات مکمل. از امو خاطر حتی در دعا میگفت هذا قسمی، ای تقسیمی ماست یا الله تبارک فیما املکو، در آن چیزی که من اختیار دارم، فلا تؤاخذنی فیما لا املکو، مرا نگیری الله در آن چیزی که در اختیارم نیست. محبت قلبی یک امر غیر اختیاری است. اگر قطعی امر یک زن محبت قلبی داری، الله تو را دهی نمیگیره، چرا که امر غیر اختیاری است. آن چیزی که در اختیاریت است او را باید تو مراعات بکنی، ظلم سر یکی نکنی. پیغمبر در حقیقت نمونه شد، درس عظیم به امت داد. با وصفی که الله ای را مکلف به این نوبت‌ها نکرده بود، بازم پیغمبر این نوبت‌ها را مراعات کرد و تو را که مکلف کرده به این نوبت‌ها که هیچگاه ظلم سر یکی نشوه، نه در نان، نه در نفقه، نه در نوبت، نه در خوشکلامی، در آن چیزی که در اختیار داری، یعنی از وسط تو توانت پوری است، تو باید مکمل مراعات کل زنایت علی السویه باید بکنی. تو نشوه که نعوذ بالله یکی را بگذاری و دیگر را به خود محکم بکنی. این کار را باید نکنی. کسی که زن متعدد میگیره 2 3 4 باید این مسائل در نظر بگیره. اینطور نمیشه که جدید تو به امرای خود بگیری کونه را رخصت بکنی یا چیسته ایتا در وقت گرفتن برش میگه که تو را فقط نان نفقه تا میدم دیگه غم نکن. نان نفقه نیست، نشست برخاست اول پرسی همه گپا اینمی قسم علی السویه و به عدالت است. پیغمبر علیه السلام مکلف به این گپا نبود، لیکن این گپا را تکمیل کرده و دعا میکرد، از الله خوف داشت که مبادا در بعض اموری غیر اختیاری الله مرا نگیره. تا این اندازه احتیاط در حقوق میکرد. از امو خاطر است پدر و اولاد در حق اولادای خودی نمیتور عدالت مراعات بکنه، فرق در بین بچه و دختر نکنه. با تاسف که جامعه ما مکمل از روز اول که فرق قائل است در بین دختر و بچه تا آخره. دختر کس حتی امنیت نمیده، نه از میراث، نه از حق، نه از هیچ چیزام نه. زمانی که توی میکنه خرچش از دامادی خود میگیره، نان به مردم میده. تو در بچه خودی قدر مصارف دیگر هم کرده رایستی، ملک و مال هم برش میدی، دختری تمی قدر نمیتونی که میمون روزی تویش بیایه تو دیگه پخته کنی با چند تن بدی، امی قدر حقم نداره. یه نمو انواع ظلم است که در جامعه ما روان است و مردم ما در متوجه نیست. در پیش الله تبارک و تعالی خرافته نیستیم. عدالت ضروری است در تمام امور. اسلام کلی گپا را برای ما بیان کرده، باید ما همون کار انجام بدیم. الله تبارک و تعالی فلسفه‌اش گفت زنای پیغمبر علیه السلام میفهمیدن که ما خو حق سر پیغمبر نداریم، حالی که پیغمبر حقی ما را پورا میکنه دیگه نه غمگین میشودن و خیلی خوش میشودن و خیلی راضی بودن، چرا که پیغمبر مکلف نبود لیکن بازم تمام رعایت حقوقشان میکرد. از او خاطر بسیار خوش بودن. من حق ندارم
سری تو، لیکن تو بازم رعایت و لحاظی مرا میکنی. چقدر از تو باید تشکری بکنم، چقدر قدردانی تو را بکنم. از امو خاطر بود که ازواج مطهرات بسیار قدردانی پیغمبر علیه السلام میکرد. والله یعلم ما فی قلوبکم، الله میدانه آن چیزی که در دلهایتان است. محبتتان با کدام زیاد با کدام کم، نیت و اراده تان چه قسم است، کلش به الله تبارک و تعالی معلوم است. انسان تو در اختیار الله قرار داری. هر حرکتی که میکنی به الله معلوم است که حرکت به کدام نیت است، به نیت عدالت است یا به نیت ظلم است. الله میدانه. معلوم شد ظاهر فریبیه که یک آدم محض در ظاهر زن خدا فریب داده رایسته که تو را بسیار دوست دارم و تو اینطور هستی، اما در قلب اینطور گپ نداره. الله میدانه. یا خیانت و نفاق است، الله میگه که از من خلاص نمیشی. چرا؟ در عمل باید دیده شوی، عملی شوی. و کان الله علیما حلیما، هست الله تبارک و تعالی دانا با تمام نیت، اراده ها، عقاید. حلیما، بسیار بردبار ذات است، زود انتقام نمیگیره. آلی کسی که یک کسی را مظلوم قرار میده لایق است که الله او را عذاب بده میدیستی؟ نه، الله حلیم ذات است. موقع میده برات که تو باش توبه میکنی یا نه، به هوش میای یا نه. یک آدم مورد ظلم قرار میدی، خصوصا در حق زنای بیچاره وقتی که توی میشن، شوهر که هر قدر ظلم سرش میکنه، او به خاطر بدنامی خاندان خود بس لب میپوشانه و گپم نمیزنه. او تو جناب دیگه ده با پدرش دو دشنام بزن، با مادرش دو دشنام، حقیش پوره نکو، از حقوقش خبر نداشته باش، بس دیگه، بس زن است دیگه، زده برو. خصوصا که پدر و مادرش مردم غریب باشه یا دور باشه که از فریاد ازی رسیدگی نمیتونه. الله برات میگه که الله علیم است. والله یعلم ما فی قلوبکم و کان الله علیما، الله علیم است. ما که میگیم که صفات الله را عقیده کنیم، این میره میگه صفات الله است که انسان از گناه منع میکنه. صفات الله است که آدم ترغیب و تشویق به امر عدالت و نیکی میکنه. چرا؟ تو میدانی که الله پاداش میده، تو میدانی که الله محاسبه ختم میکنه. حال نشوه که اون مظلوم در زیر دست آمده انواع ظلم ها را چی بکنه؟ بگوی روا داره. در رادیوها ما رسوا نشدیم. در دنیای غرب 1 میلیون معاملات غلط میشه، خدا یک رادیو پخش نمیشه. این بدبختا و خبیثا یک معامله که در یک جای میشه، چقدر در رادیوها زمزمه دادن. دختری که در بغلان خوشوی و خسوری شوهر شام در حالت خوردیام توی کرده بود، در رادیوها چند روز زمزمه میشه. تا امروز همو گپا روان است. این کلش نمایندگی از چی میکنه؟ ایره چرا اینقدر پخش میکنه؟ ایره به جهان نشان میده که مسلمان ها اینی قسم است، این دین اسلام اینی قسم است. نعوذ بالله. حالا که دین اسلام ایره نگفته. ما تو مسلمان دو جفا کردیم. یکی جفای ای کردیم که اسلام پذیرفتیم، خود قطع اسلام خیانت کردیم. دوم است که عمل کردیم ما سبب منشودن ایمان آوردن دیگران شده. توی طور کارا را میکنی که دیگه مردم وقتی حالات تو را میبینه آل ایمان هم نمیاره. دو ظلم ما انجام دادیم، دو جفا را با اسلام کردیم. خب علتش چیسته؟ اگر امو خوشوی در این ترجمه قرآن میش نشست، سنوی خود به امو سیستم میکرد، امو خسر امو رقم میکرد، امو داماد امو شوهر امی رقم قطع زنی خود معامله میکرد. کلا. خب افسوس است که امروز کتاب الله در طاقا گذاشته شد، کتاب مردا جور شد، با کتاب الله کسی ننشست. که کتاب الله برای ما چی برنامه داره در زندگی، در خانواده، چه حقوقی را قائل است به زن و شوهر. ولی بازم امی بدبخت ملاها امی طور برنامه های قرآن من نمیکنه، تبلیغات میکنه. شما ببینید خود خو هیچ نگفته. امی معزله که در کدام منطقه شده، حتما اونجا مسجد است، اونجا ملا است. اگر ترجمه قرآن اونجا روان می بود قطعا گپا نمیشد. ولی با تاسف اون ملا امونجا غیر از متوجه صدقه فطر و پوست قربانی خود است، ایل اسقاط است، خیر و خلاص، دیگه چیز نیست. مردم اونمو قسم در تاریکی باقی مانده، الله را نمیشناسه که الله کدام ذات است. دیگر خود چی میکنی؟ بازیا میگه ما علما ورثه انبیاء علیهم السلام هستیم. تو پیغمبر بیار. پیغمبر خود رسومات به دست مبارک خود میده میکنه، تمام بدنامی ها را، طعن ها را قبول میکنه. خود زن زید رضی الله عنه که به نام متبناست او را خود نکاح میکنه. اقدر طعن ها و تهمت ها را قبول میکنه. چرا قبول میکنه؟ این میده شو خیر است، مردم بگویا، خب مردم بفهمه که پسر حقیقی نیست. اینجا ندیدیم ما و شما؟ ما تو ملا خدا نگاه میکنیم توحید و شرک در سر منبر گفته نمیتونیم. چرا مرا وهابی میگه؟ 1000 دفعه برات وهابی بگوید. وهابی چی مانا؟ کی است؟
تو پیرو کتاب الله و سنت رسول الله شو، ولو که یهودی و نصرانی برات بگه به گفتاری از خو نمیشه. تو خو هر عملیت به خاطر رضای الله است، پیش الله پاک و صاف باشی، پیش مخلوق کنه. اگر تو میگی کلی مخلوق از ما راضی باشه، هیچ امکان نداره، هیچ امکان نداره. اول کی را تو راضی بسازی؟ قماربازه، شرابخوره، ظالمه، سودخوره، کسی که سر اولاد خود ظلم میکنه، کسی که اینطور مظالم از سر زنی خود میکنه، کدامش تو خوش میسازی؟ خوش کده نمیتونی. حق بیان کو، الله تبارک و تعالی برات عزت میده. نامش حکمت مانده، مسائل دین پنهان کرده، خلاص میگه حکمت است. والا شما بسیار تیز هستی، خیلی از شدت کار میگیره. ما از حکمت کار میگیریم. نکنه مرد وارد میدان استاد شده بگو اینمی منهج ماست، اینی دینی ماست، اینی آیینی ماست، اینی قانونی ماست. نترسی. اگر واقعا وارث پیغمبر خدا میگیری، اگر اینکه وارث پیغمبر نمیگیری و جدا مسئله است. فقط اینطور بگوی که ما علم حاصل کردیم برای چی؟ 4 روز زندگی خدا آرام تیر کنیم، مردم ما را چیز نگویه. خدمت شکم گوی تو. لا يحل لك النساء من بعد. ازواج مطهرات هم اینطور نیسته. کسانی که دعوت پذیرفت از خواهرها و از برادرها، راستیتان بگویه، اول مصیبت یا اول تکلیف، اول رنج، اول شما در خانه ها دیده. در خانه چی رقم میبینی؟ خالد میاد برات میگه خوارزاده دین یک تنها در تو رسیده چی؟ اونجا در فلان مجلس تو را یاد کردن که این تو رسیدی، در فلان مجلس ماما از اون طرف میاد، کاکا از اون طرف میاد، تو را گفتن که تو بسیار بیدین شده ای. آلیخ مردم که میگه خو خیر، خودگی که میگه قارب برات میگه. ازواج مطهرات اینمی تکلیفا را تیر کرده. ازواج مطهرات اینمی غما را تیر کرده. هر کس برش میگه که پیغمبر چرا این کار کرد؟ چرا سنوی خدا نکاح کرد؟ این کار این نمیکرد، یا کسی دیگه میکرد خیر بود. چرا که گپا دایی؟ ما شما را همونطور میگه نه. این گپا تو نمیگفتی، خیر از دیگه مولا بود، اینطور بود. این گپا را میزنه. ان شاء الله سرتان تیر شده یا تیر میشه. اگر گپ حق بگویی، این گپا سرتان میاد. بسیار سخت است. بسیار آدم رنج میده. خیلی آدم رنج میده. ازواج مطهرات این رنجا را تیر کرده. ولی الله چی نعم البدل میده برشان؟ الله چی امتیاز برشان میده؟ الله پیغمبر مخاطب میکنه. لا یحل لك النساء، حلال نیست برای توی پیغمبر علیه السلام، من بعد پس ازی، ولا ان تبدل، نیست برای تو جایز که تو تغییر بدی بهن در مقابل ای زنایت، من ازواج دیگه زنا را، ولو اعجبک حسنهن، اگر چی ده خوش بسازه ده تعجب بندازه تو را حسنهن، زیبایی و جمال زنای دیگه، اینی زنایت شد. الا ما ملکت یمینک، بجز از او کنیزی که تو مالک میشه دستی راستید. و کان الله، است الله تبارک و تعالی علی کل شیء، بالای تمام چیزا رقیبا، ناظر است، هر چیز را مشاهده میکنه، میبینه که چطور گپ است. من بعدو اینجا دو تفسیر داره. بعضی مفسرین این را زمانی میگیره. لا یحل لك النساء، حلال نیست برای توی پیغمبر اسلام، من بعد پس از این زمانه. چی؟ چی دیگه زنا برات جایز نیست. از این نوع دیگه خلاص شدی، خیر و خلاص. یک مانا. خب این باز میگه اینطور امر کرد، بعد از چیسته ای آیت منسوخ شد توسط پیش که الله تبارک و تعالی چیسته، یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجک، ما برای تو زنایتان حلال کردیم. از نو زیاتام ای آیت منسوخ شده. اگرچه در تلاوت تقدیم و تاخیر آمده، ناسخ پیش تلاوت میشه و منسوخ پشت سر. لیکن دیگه مفسرین میگه که نه، مسئله منسوخ و ناسخ اینجا نیسته. اینجا بعد از اینمی نوزنی که در نکاحت قرار داره، اینی زنا را میگه که بعد از این نوزن دیگه زن نکاح نکو و نه یارت تبدیل کده میتونی. این امتیاز شان ازواج کی شد؟ مطهرات شد. ازواج مطهرات قدر و قیمتشان زیاد شد. دیگه زنم در عوض از زیاد دیگه زن نگیره و بعد از این زنا دیگه زنم به نکاح نکنه. این چیسته؟ امتیاز از یاست. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، لا تدخلوا بیوت النبی، داخل نشوید خانه های پیغمبر علیه السلام، الا ایؤذن لکم، مگر که اجازت براتان داده شود،
الا طعام بسوی خوراک غیر ناظرین که انتظار نکنه ایناه در پخته شدن طعام که پیش از پیش بری اونجا بشینه، ولکن وقتی که اذا دعیتم دعوت داده شده برای شما فادخلوا داخل شوه، فاذا طعمتم وقتی که خوراک خلاص کرده فانتشروا پراگنده شوه بروه، ولا مستأنسین لحدیث نشینید گرندگان الفت و انس لحدیث بقیسه و سخنگویی که اونجا نقل شروع کنه. ان ذالکم یقینا نمی کارا کان است یؤذی النبی اذیت میده پیغمبر علیه السلام، فیستحی منکم پس شرم میکنه پیغمبر برای شما نمیگه که بری، والله لا یستحی الله حیا نمیکنه امو رقم که لایقشان الله است من الحق از بیان کردن حق. و اذا سألتموهن وقتی که شما چیزی را طلب میکنه ازواج مطهرات متاعا کدام چیزی که مورد ضرورت است فاسألوهن شما طلب کنیش من وراء حجاب از پشت سری پرده، ذالکم اطهر لقلوبکم خیلی پاکیزه است برای قلبای شما هم و قلوبهن برای قلبای ازواج مطهرات هم. و ما کان لکم نیست برای شما ان تؤذوا رسول الله که اذیت بده پیغمبر الله را، ولا ان تنکحوا ازواجه نیست برای شما که نکاح کنی ازواج مطهرات من بعدی پس از وفات پیغمبر علیه السلام بدن به هیچ وجه. ان ذالکم یقینا نمی کارا که تیر شد کان عند الله عظیما هست رعایت ازی بنزد الله خیلی بزرگ، اهتمام امور کردن خیلی بزرگ، اگرچه در نظر ظاهری شما بسیار عادی معلوم میشه. تعجب خود در اینجاست که تابع الله تبارک و تعالی یک بخش زندگی ما را ترک نکرده، یک بخش زندگی ما را ترک نکرده و همه بخشا را برای ما بیان میکنه به طریق قانون کلی. از همون خاطر هیچ امر ضروری نیست که قرآن بیان نکنه. هر امر که مردم ضرور میدانه و قرآن بیان نکرده باشه اونمون نادرست است، غلط است، خصوصا مردمایی که بعضی امور فرض میدانه ولی قرآن ذکر نکرده. جانشینی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از وفاتش برای امامت ای از جمله امور خیلی ضرور است. قرآن مسئله استیزان و طلب کردن متاع ای را ذکر میکنه، امامت ذکر نمیکنه که بعد از وفات پیغمبر کی باید باشه، علی رضی الله عنه باشه یا فلان باشه. خدا قرآن ذکر نیست. چطور امری مهم است که در قرآن ذکر نباشه؟ این چیزا را ذکر میکنه او را ذکر نمیکنه. خب بله، چرا الله تبارک و تعالی این امور عظیم گفت؟ عظیم شریعت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و شریعت های سابقه با هم تفاوت داره. در چی چیز تفاوت داره؟ در زمان انبیاء علیهم السلام سابقه در قومای ازوا امو چیز حرام میشد که امو چیز خودش گناه بود. زنا گناه بود، حرام بود. شراب گناه بود، حرام بود. اما در شریعت پیغمبر علیه السلام قطع شریعت انبیاء سابقه ای فرق است. اینجا هر چیزی که ذریعه و وسیله به گناه میشه ایام حرام قرار داده شده، به خاطر که شریعت پیغمبر علیه السلام آخری شریعت است. بعد از این پیغمبر جدید نمیاد که نو آوری بکنه، اصلاحات مردم بکنه. این شریعت به طریق قانون دائمی و کلی لا یتغیر تا روز قیامت باقی بمانه و در روشنی امی قانون پیغمبر مردم زندگی اجتماعی خود پیش ببره و زندگی خیلی پاک و منزه باشه، در فضای صمیمیت باشه. از امو خاطر هر راهی که منتهی میشه به جریمه امو راه دیگه بند شده، مسدود شده. قبر پرستی یا شرک بد بود، تصویر مفضی به شرک میشه. قبرها جور کردن و در اونجا مردم ها رفتن مفضی به شرک میشه. پیغمبر علیه السلام از این کارا منع کرد که سر قبر گنبد جور شوه، سر قبر پخته شوه، قبر میله جای جور شوه، قبر سجدگاه ها جور شوه. کلی احادیث پیغمبر علیه السلام سری میچرخه، منع کرده. چرا که آخرش نقطش واقع شدن در شرک است که امروز به چشم سر ما و شما میبینیم که مردم در شرک واقع است. امون جمیره قبر تق تق میکنه، میگه اولاد بده، فلان مشکل مرا حل کو، فلان حاجت مرا حل کو. در خانم نشسته است یا سخی صاحب گفته رئیس چیغ زده رئیس، اینی را به نام شرک یاد میکنه و پیغمبر منع کرده بود. شراب حرام است، فروختنش حرام، شاهد شدنش حرام، بردنش حرام، این کلش حرام. وسایل و ذرایع، البته وسایل و ذرایع خو متنوع است، یک وسیله نزدیک است، یک وسیله دور است، یک وسیله متوسط است. اسلام وسایل نزدیک منع قرار داده. وسایل نزدیک، هر چیزی که وسیله به نزدیک میشه. اگر یک آدم برات آمد کارخانه شراب داره و از تو انگور میخره، نفروش سرش. چرا؟ میفهمی که
کارخانه شراب دارن انگور برش نفروش. چرا؟ این وسیله قریب است. اما یک آدم عادی میاد یک چارک و پا و انگور میخره، اینجا تو فروخته میتونی. اگر چی شده میتونه امی آدم برای این شراب جور کنه. این وسیله بعید است. اسلام امو وسایلی که قریب برای گناه است او را منع قرار داده. حال شما ببینید زنا حرام است، گناه است، گناه عظیم است، بلکه مفسده بزرگ است. پیغمبر علیه الصلاة و السلام امت خدا در این مورد هشدار داده که بعد از مرگ ما سری امت خود میترسم از فتنه زنا میترسم. فتنه زنا عبارت از این نیست، یعنی فحشی و عیاشی عام میشه، مردم مبتلا به گناه میشه.